به نام خدای مهربان. من پریسا غفاری هستم. امروز میخوام یکی دیگه از کارهای طراحی سایتم رو به شما معرفی کنم. این سایت با المنتور پرو طراحی شده. یه سایت فروشگاهیه برای فروش لوازم مهد کودک و لوازم کاردستی هست. همونجوری که مشاهده میکنید لوگوی سایت رو داریم. قسمت جستجوی محصولات، منوی سایت هست که شامل جعبه‌های کاردستی هست، لوازم کاردستی، مناسبت ها و لوازم مهد کودک و قسمت مجلات سایت. اینجا قسمت اسلایدر سایت رو داریم، قسمت دسته‌بندی محصولات سایت. بخش دیگری از محصولات سایت هست. اینجا همونجوری که مشاهده میکنیم قسمت افزودن به سبد خرید رو داره، بنرهایی که تو سایت هست، قسمت محصولات پرفروش و اینم بخش دیگه از سایت هست، قسمت مجلات سایت، قسمت فوتر سایت و بخش صفحه محصول. بخش صفحه محصول هست، قسمت توضیحات محصول، محصولات مشابه و قسمت جعبه‌های کاردستی که ما رو به فروشگاه سایت هدایت میکنه. قسمت همون دسته‌بندی های کاردستی های چوبی. لوازم کاردستی، مناسبت ها هست. به صفحه مناسبت نوروز ما رو هدایت میکنه. همونجوری که میبینید این قسمت صفحه مناسبت نوروز هست که محصولاتی که برای ایام نوروز هست تو این قسمت سایت میتونید مشاهده بکنید. این هم محصولاتی که مربوط به کریسمس میشه تو این صفحه از سایت قرار داده شده. و یه صفحه دیگه هم هست به اسم لوازم مهد کودک که میتونید تو این قسمت لوازم مهد کودک رو مشاهده کنید. این بنرها هم لینک داده میشه به ما رو هدایت میکنه به صفحه فروشگاه سایت. اینجا صفحه فروشگاه سایت هست. همونجوری که مشاهده میکنید تمام محصولات فروشگاه رو تو این قسمت میتونید ببینید. قسمت مجله سایت که مربوط به مقالات سایت هست، آرشیو مقالات هست، قسمت ارتباط با ما، این صفحه ارتباط با ما هست، صفحه درباره ما، این سایت شما با استفاده از این سایت میتونید کسب و کار خودتون رو خیلی راحت و ساده مدیریت بکنید، محصولات خودتون به صورت آنلاین به فروش برسونید. همونجوری که مشاهده میکنید در حالت موبایلی هم این سایت رسپانس قسمت منوها به این صورت طراحی شده.
قسمت محصولات کاملا رسپانسیو شده در حالت موبایلی.